خب بچه امروز اومدیم ببینیم که کدوم ماشین میتونه از یک جای بپره و از یه جای دیگه فرود بیاد و احتمال زنده موندنش چقدره. بزن بریم لیتس گو. 405 میره. رفت. دیدی گفتم میره داداش. دینا نتونست. خاک تو سرت دینا. البته ببخشینو پارس. اوه تونست. پرای داره پرواز میکنه. احتمال زندگیش کم میشه. زانتیا خوبه آجی. اوه زانتیا تا الان از همه‌شون بهتره. رنو یا همون پیکی. رید